زنده نباشیم. سلامت باشیم که خوشحالم. خیریته؟ بیاین لالم اینجا بشینیم، به شما کار دارم. بشینیم اینجا. لالا. بله. بیامدم که به شما یک گپی بگم درباره امی خانواده ماما نوروز. امی که ما دیدم لالا، امی خانواده ماما نوروز خودی و امو بچی و کلن امی فامیل اینا ساده هایم. اون مشکل ندارم، ما که خیشی میکنیم که اون دختر بیه بخونه زندگی موزی چی کاره. خب باشه دیگه لالا، دیگه نمیشه که آدم خودی هم خانواده که ساده و خب اصلا اونا به ما و شما نمیخورم اونا. خدا ما خودی از اون لبس کردیم را اینا چیش برای دیگه که بد نیه. باشه لالا، لبس کردیم بگیم بچه خوش نیه خودی و 100 بونیلر میشه که آدم بکنه دیگه. وقتی که آدم رزی نباشه یک بونیله میکنه. خب گپا خود خانواده اینو مسئولیت مشوره هم بکردیم. اینا چی گفته؟ نه میگفته که من میته که سعی کردم ام مادریم ام دختره مادریم مثل پیار خو اینا ساده ام. خب هر تصمیم نمیگیرم، اما تصمیم از احترام داره دیگه، مشکل نداره. کلون ما اینا حالا ما به خاطر ازی بیاندم به پیش شما که شما برار کلون مانیم، حداقل همین کجیر برار ما نگه کسی که او برارا برفتم به خود خو عجای شیار زن کردم به من زن ساده استوندم. نه خوب کار کردیم، معامله یک عمر زندگیه دیگه. خلاصه آدم ای بینه تا 100 جا میره تا هر جا که نصیب و تقدیر رفته باشه. همینجا ما برای خانم زبدار میکنیم. خیلی خوب گپی رو جوامر تصمیم که مادر جان بگیرم، ما به تصمیم احترام داره، مشکل نداره. خب صحیح دیگه لالا، من میرم به خونه میرم مادر خو اینا میگم که با اگه اومدم یک بونیله بکنیم بگیم نشد معامله. دیگه می خانواده مشوره کردیم، نصف خانواده رضی بیدن نصف نه، این مشکل نداره، گپی نه، مشکل نداره. صحیح. من میرم لالا. رفتم راجا. خداحافظ. من میسای کار مخالفش میام. صحیح. خداحافظ. خیلی بینه. خداحافظ راجا. و خدا این خانواده ما اول فکرها خود نمیکنن. خدا براتون خدا از مثلا ما لبس کردیم والا. من کلم چیش برای که ساده غم داره ساده دیگه. حالا هرچی نصیب و تقدیر ساده رم بنده خداه. دیگه با من نسکن چیکار با قربانه دم دروازمشون دیگر نمیام به محله. صدا تر میشنوم بزغالمشون دیگر نمیام به محله. صدا تر میشنوم از دور و نزدیک دیگر نمیام به محله. مثال غنچه خارتازمشون دیگر نمیام به محله. به محله سنگ تراشا زلفان افشان مرا کردی پریشان دیگر نمیام به محله. وای دیگر نمیام به محله، دیگر نمیام. دله دارم دله با تا قبال گو دیگه چیکار میکنی؟ همین چیز آوردم با کمی چیزو کمی کو میفهمی چیکار میکنی؟ این سری که میبینی میره دیده کنم تمله 20 به گور میستینی میاری. چی بستم؟ گور 20 به گور بستو. گور آها گور که میخورم. گور که نمیخورم، گور میفهم گور خودی چایا. آفرین. خب 20 به گور میستینی دنبال 80 پدر که پس میاری. 80 پس بیارم. گور برای چی ما این بابا؟ میمون میای با ما خبر نداری؟ میمون؟ کی با میمون میایه؟ خسرون میایه با خوارتو. آها همون خسرونا. ها دیگه برو. همون برارکا چاقک. ها دیگه خودی هم یک وجیبیه. الله دیگه سر رو بداد میاریم اکثر رو برو من این کار جمع میکنه. اینا چی کرده بابا به همزده بابا الان سک گوسالم گشنه مگم بابا سعی کنی یک دقیقه بشینیم. سعی کنیم بابای من. شاعر گفته تو را سیگریت به لب بینم کفن بگردم. کسی به کسی کاری نباشه چه خوبیا پونه بکن. من آرار بکنیم شیلی بکاریم میان شیلی ها میقره گوی. انال بابا همین میمون که بیای آدم به پا چایا خو گور میاره. میگو
ما را گوشنگی تیزی نمیگیره چه خوبه کردم همون میگورن خیلی خوب چیزیه شیرپره بابا میسدید همی الوای ادات خیلی بلندی میکنه و چه خوبه کردم من که میگم بابا بعده هیچ بدی نداره میگم عباس یه چی بده بله بابا میگم گیلک ری کدوم برات گوری 2 ساعت میشه نماده گیلک ها برو هم گوره را دو میستونی بفهمیدی؟ میاری به گیلک میگی که برو به سراغ خشا بگو برای اینو بگیم پیان میگفته بیاین دیگه چه کار میکن منتظر چی این دیگه شما خسرونا بگم ها بعد نیه بابا برو سرا اینا نه چی بدی داره بابا همین گیلک از که رفته خب میگه 2 ساعت میشه من برات گوره کردی دیگه هم شاید بیایم اینا بی تا روزی وجوده که برات چیز ری کرده باشم سر وقت خوب بیامده باشه هیچ وقت نمادی با سر وقت خوب برو گوره را دو میستونی و ری میکنی اونجی خب بده دیگه بابا او بگه بیا خودی ما برو ما یک نمیره ما خودی برو نه چرا تو میری خودیو دیگه خب یک دم میشه خودی ما به جنگ شه کیو جنگ میشه خب برو هر مرد کار میکنه بکنه دیگه دیونه میگم بیا گفتم بیا دیگه که ما معطل شما نه 3 ساعت دیگه تو توضیح دو خوبه برو برای اینو بگو که بیان کلاکر بکنن دیگه معطل به چی میشه ما دیگه خوبه خوبه برو خود سایکو برو برای اینو بگو بفهمیدی که ما چشمرا شمانیم بیام اقلا کلاک بکنم چهارخورم پیلم بالکن بگذارم دیگه خوبه خب برو دیگه بده خوب زودی دیگه ولی اینا تیار کرده با هم نزنون نه بابا اینو تیار کرده باشه گسال هم شما گم کنیم بیا که بخوره خوب اینا چه ایجی بسید که خوب اینا میروزی خود دیگه بیا شما بابا دیگه آن سر کله پیدا شد البته تو به قنادیا پاکستان رفتی اشته به قنادیا پاکستان رفتم گپ مفت نه آخه 2 ساعته که تو برات رای کرده که تال نمیدی 2 ساعته میفهمی از بابا تمام می دیکونه و تا چرخار بشی بگشتون که یک پیری گوری پیدا شد گور مرتگه نده شاخیره برای تو موجود کن همه بلو خواب ماله اینو چیه با گور آخه برارم اینا که همه خاکه خاک نبید دیگه من اینا برو من نمکسار بیارم خواهم اینا بیدک دیگه 20 ریپه دیگه 20 ریپه گور میشه نیم سیر میشه خب بابا اون جگه خال مقاله بدفته کی کجاش خودی کله گنده خال میشه بیان خسرونا برو برات خسرونا بگو بیاین دیگه ما میرم سرا کی گو بابا گفتن بابا گو برو به خسرونا بگو بیا برو خونه خسرونا بگو بیاین دیگه 2 ساعت تو رای که حالا سر کله تو پیدا شد برو دیگه چه استادی خب بیا برای خودم اونا بر نمیرم برو بده و تو برو میگم من شیشتم برو گلال بده بیا یک بده بابا اونا بحث من نمیکنم خب من زد از اینا برو بعضی بر بیایم اونا چه کار کنم اونا موتر دارم برو 10 سال دیگه تو تیر نشه می عقل کمال تو هست برو بابا برای تو عقل کمال داری خود کله گنده خب برو دیگه خب برو اینا رو بدی بیا خودی هم بریم برو میگم تو نمیری تو دیر میشه برو تو خدا لنگ من منو به تکوچو بیزی میکنم برو دیگه با خدا به تو سنگ برو دیگه با خدا اگه نجنی که جوانم خب برو دیگه زودی بری سکو ما یک دیر میشه بیا بیا خاک بس رنگش بینجی که بستک ما خودم میری بیا ما برون گلار بدم برو وای 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 اگه بابا پرسید بگو الباقی و کسی من الباقی پولا خب وخی بره وخی بیا زودی بیا دیگه استانه بیا میام دیگه البته با کیف منی اما با کیفتونو بیا دیگه بیا گپ نزه بابا لنگه رنجی خونه کردیم ما کوشاب پا میزنه خونه کرده چوب کن 10 دفعه بگوتون بابا این کوشاب لایم بدادم کلونه چوب کن بیلا از این کوشاب مثل خاله که بموره چوب کن بعد دست رو بابا من پیار کنم میگم بابا کش پنو بخری بعد چوب کن دیگه کوشا کلونه لایم میدون کلونه لاف میکنه مثل دان شطور بری سلام علیکم بگو ما خسرونایی چی شما خسرونایی ما خوشایی برو تو سرایه بله یک یالله بگو یالا
یا الله یا اولالا از میفهمی عبر می تیر شو اشتلالا آخه اینا هم بسته فامیل از اینا همه چیزا ساده هم برار حیف تو نکرده حیف جوونی تو نکرده که خور بدبخت میکنی خوالی لالا دختره به دل ما بچشته بشیشته باشه برار جو دگه از او خیلی هوشیارتر باسوادتر پیدا میشه به تو من لالا امور مایون خیر خانواده ناسادی هم خاک کشادی هم آخی برار جو هم فامیل حداقل هوشیار باشه که آدم خودی قوم خیشی هم چهار طرف اینا میره سر آدم بلند باشه اون لالا گلک اینو آنه گلک خواب باش من که به تو میگم اینا هوشیار نیم تو میگی نه سکو که به چی کارو میکنه سلام علیک سلام علیکم اشتنش خوبیم بخیر سلامت تیار هستین شکر زنده باشه برو گلک سلام علیکم بله اشتن گیلا اشتن جنجر خیریت. خیرین سلامت جنجر اشتنه بچم من پیاره مخیری جنجره شو ماما سر کن ماما پیار ما گفتم بیاین دیگه کی میایین پیار ما گفتم ما چیش برای دادیم هم چیش برای که شما بیاین به خسرونی بیاین دیگه زودتر کلاک بکنیم بیاین دیگه آنی میبینی میگم. لالا تعارف میکنم میگم تو هم یک چیزی به ما بگو کال عظیمی فامیل شما کدوم اک شما هوشیارن که ما خودم هوشیار گپ زنم سکنین ما نیه گردن من هوشیارترم این الی از با هوشیارتره از این کرده من بیشتر هوشیار او از ما بیشتر هوشیارتر این من از کمه. او اله کمتر او کمتره با خونه و مکمل هم دیوانه هم کمی ساده هم من هوشیارم به قد از اینا نه یعنی تو هم یک گوشیار بودینی بفهمیدین گفتن کی میایین برار جو این معامله ما نشد چرا؟ رزی نیم فامیل ما رزی نیم برار جو دگه برار ما که فامیل شما بیامدم پسند دیدم مثلا گفتم حله انا باز حال پیار ما گفتم معطلم گفتم برو زودتر به خسرونا بگو زودتر بیایم والا خی ماما پاخر به جون من از پا ما بخیر رفته بالا خی ماما بالا خی دیگه برو مصطفی تو کمی چای بیار برا وقتی شما نه آه برو ماما جو برو چای پاخر نماید، بزنی به جون میرم. پا ما لنگم بخیر رفته میرم که دیر میشه چای نمایی چیز میشه بخیر بر ها خب چه کار میشه ما بریم چی بگیم کی میان دیرتر نه برار جو از بر امی کار تیر باشیم امی برار مرزی نیه ای هم رزی نیه برار کلون ما بله آه تو پس پیار خود سلام بگیم رد سلام بگیم نصیب و قسمت ما و شما نبود ماما بخیشی شما 20 روپیه مصرف کردیم رفتم هم پولا گوله بدیم پس گردنم بند باشه پیار من نیم کیلو مالته خرید یک نیم کیلو بخیالم بله ما این پولا مالتا شمار بده بله نه بابا ما میگم کوریم جلوی پا خسه کنیم سب کو که برم آقا شما نماین دختر رای نه 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 دادی من نماید اومد تو نه برار برار نه برار من نه میگه تحصیل کرده باشه نمیایین شما فیس نه، تحصیل کرده بگم معامله ما و شما رنگ نداره برو برار جو. خوش ژاپن آمده بیا. خدافظ شما خوش آمده شما تحصیل یک کرده. جاپنیم دیگه خوش آمده میگم بله من که به تو میگم اینا به درد نمیخورم تو میگی نه میگه 20 روپیه گورستون ما معطل شما نیم کیلو هم مالته بس بیا بابا این رنج خونه ها کرد مرتام جو رفته بیا مادام تو رنج خونه بتردی بابا بگذارین بابا باشه دست رو پیشی کن که میشم میمونو بیاین دیگه آره بابا قصه چیه ما خبر قاله بابا ها. سعی کن شما چی بگم گفتن ما بله نباید اینجا گره میزنی بابا واسطه میمونو که میشه بیا که با ما نخندن که در سر خود پیشی نکردم آخه اینا گوش کشه خسرونا. بابا گفتن نمای چه کاره؟ گفتم ما نمای مثل که ما مسخری از اینایی بابا که مقدار مصرف کنین آخرا میگم ما نمایی گردن گفتن بابا بولار با کجی خوش نیه خود زنکا که بیامدن بدی دیدن خوار تو دیگه من نمیفهم گفتن چی گفتم دیگه؟ بولار ما خوش نیه گفتم خوب پس چی ما رو بیده پس گفتن بریم سرا همین تو گو آم بولار چاقه کلونی نیه ما پس رید برفتون گور خریدون بابا بدین گورال بدین که برون پس تو میشته با ما افتار ما با مسخری از این مردم چی رقمه؟ با شما افتار داشتن که پشی کنه ما پیشی کنم که گفتم میشینو بیان با ما نخندم آخه هم برفتن گفتن هیچ معامله ما و شما نمیشه بولار خوش همین تو صفر جواب دادم بابا. ای خاک بم سر از اینا شیخ با خودم خاک بابا ما این برون دیگه جا بگم بیایم خسرونی میگو ها
پاشی ما چه سوالی تو گپ هم بزنی که بابا دیگه جا بری بخسرونی بابا ما خورنج خون جواب کنه وای تو همونجا میریم همینا را که ریکده واسه دوستی دفعه بیا آماده بیدم گفتم نماییم ما ای به قبرستان کنم ویا هر خود به قبرستان کنم اینه این پچیدا بدم زر خود خود میایم یک بجبی با یک وجه قطع دار تو سعی کن بریم داده داده بیاین عباس چه کار شد؟ داده نه شد داده چری؟ ما پیاره کردم سر خسرونا خوب برفتیم اونجا همه بویا چاقک هم بودن همه چلگک هم بودن گفتن ما خوش نیم دومادم خوش نیه گفتم خوبه ما پس همیده رای کرد ای بم خاک کنه کردن 33 ولی ما برای دیدم خودم خوش کردن گفتن ما رزی نیم بریم خوی که خوش بود دوماد کو ما چون گفتن ما رزی نیم گفتن معامله ما شما نمیشه هنو غره کده ما گلک بخستیم بیام من مرکه من اینا گفتم اشته اینا خوش خواه کردم اینا چی من از تو چی کم دارم که خوش نکردی اصلا نکردی هیچی اصلا نمایم